سرم وهمی قیامت ای مسلمانان، بیرخت آباد به چشمانم ندامت ای مسلمانان. زی ترسی مرگ منالم کی میگیرد گریبانم، کی رفت عمرم با عصیان و شب و روز در پی نانم. شدم آواره دنیا نکردم توشه عقبا، چی گویم من در آن دنیا و نزد خالقی یکتا. ندارم توشه همراه که او آسان کند راهم، همه عمرم به غفلت رفت نمی پرسد کسی آهم. فتادن در سرم گردون تنم رنجور دلم پرخون، رسید چنگالی عزراییل زی ترسی او شدم مجنون. مداری چشم با کردن ندارم ای مسلمانان، که بینم یک دم روی شما و جمله فرزندان. بیامد نوبتی روزی جدایی از در بابم، خلایق آمدن بهری وداع بگرفتند نامم. زی چنگالی اجل افسوس خلاصی نیست دیگر ما را، وداع میکنم آخر همه خویش تبارم را. وداع دوستان ما را اجل سازد جدا امروز، زی بام خانه و خویش تباری مردمی دلسوز. در این عالم همه مهمان مرگی خویشتن باشند، زمین گیر کفن پوشی نشانی مرد زن باشند. نماند اندر این عالم و جز ذاتی احد قاری، زی حق خواهی بخود عفو زی پیغمبر طلب یاری. گفت رفت سورات نگرفتی امولی؟ سورات نگرفتی؟ سفرشون به خطر کنه و دویم خوش خرستان باشن و از طل عفت های زمینی آسمونی در پناه خودش نگه داره و دایم به مراد و مقصد برسد دنیا و قیامت چون آورد کن. الله اکبر.